من میخوام ژل لب بزنم، لبام روسی میشه یا نه؟ سوالی که خیلی وقتا خیلی از مراجعین دارن. نکاتی که در این رابطه خیلی اهمیت داره چند تا موضوع مهمه. یکی اینکه هر لبی در تزریق اول قابلیت روسی شدن نداره و خیلی از لب‌ها اگر به فرم روسی در بعضی از صورت‌ها تزریق بشن ممکنه که اصلا به صورت نیاد و چهره فرد رو چهره متفاوت‌تر و در واقع غیر قابل قبول برای حتی خودش تبدیل بکنه. بنابراین اگر دنبال تزریق لب هستین اجازه بدین که اول لب‌هاتون معاینه بشه، لب‌ها خالی باشه. اگر تزریق ژل قبلی داشتین بهتر هستش که ژل قبلی رو با استفاده از آنزیم هیالاز تخلیه‌اش بکنیم و بعد بریم سراغ تزریق فیلر جدید. و معمولا هم در لب‌هاتون توصیه میکنم فقط از فیلرهای تکسیسی و دارای لیبل استفاده بکنید. فیلرهایی که به صورت فله هستن اصولا تحت عنوان فیلرهای بادی ازشون یاد میشه و نباید در لب با بافت همبند ظریفی که داره تزریق بشه. دو تا نکته داریم. بعضی میگن من لبم تیره است، نمیخواد خیلی حجم بگیره، فقط میخواد تیرگی لبهاش رفع بشه. برای اینکه تیرگی لبها رفع بشه ما در مطب پیشنهادات خیلی خوبی براتون داریم که میتونید با مطب ارتباط بگیرید و از مزوژل های خاصی که برای احیای لب استفاده میشه من جمله جالپرو HMW، یکی از محصولات جالپرو HMW برای احیای لب، روشن شدن لب در کسانی که سیگاری طولانی مدت بودن و یا لبهای تیره‌ای دارن میتونه خیلی کمک کننده باشه برای هم احیای بافت همبندش و هم روشن شدن لبهاشون. اما در رابطه با اوگمنت شدن و حجم گرفتن پیشنهادم این هست اول ساختار صورت، ترکیب صورت، زوایای صورت ارزیابی بشه و بعد ژل مناسب انتخاب بشه و تزریق انجام بشه.